به نام یزدان پاک. درود به شما یاران و همراهان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من رضا بوساک هستم و این افتخار رو دارم تا در این کانال یوتیوب در خدمت شما باشم. این اولین ویدئوی من در این کانال یوتیوب هست و امیدوارم که ازش خوشتون بیاد. ازتون میخوام برای بزرگ شدن این کانال حتما من رو دنبال کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر علاقمند هستید تا ویدیوهای جدید من به اطلاع شما برسه حتما زنگوله بالای کانال رو هم فعال کنید و در پایان هم اگه از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و برای دوستانتون ارسالش کنید. خب حالا بریم ببینیم که اون میوه ناشناخته‌ای که در تیتر این ویدیو هم نوشته شده بود چی هست. بریم که بیشتر با اون آشنا بشیم. اسم این گیاه در زبان فارسی کبر هست، ولی در مناطق مختلف اسمای مختلفی هم داره که معمولا بهش لگجی، باکو و لیجین هم میگن. و این گیاه به صورت بوته‌ای هست و خودرو هست و میبینیم که معمولا در مناطق بیابانی و دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک میرویه و در تابستان هم میوه میده. این میوه گیاه لگجی است که دارین مشاهده میکنید. و اینها هم شکوفه های گیاه لگجی. گیاه لگجی یا همون کبر معمولا دیگه در اواخر بهار شروع میکنه به شکوفه زدن و دیگه در تابستان میوه میده، ولی این گیاه همچنان شکوفه های خودش هم داره. ولی حالا بریم که میوهش رو ببینیم. بله این هست. یه جورای شکلش مثل هندونه است ولی خیلی کوچیک و میوهش هم به این شکله. وقتی که میرسه خودش دیگه مثل یه قنچه‌ای باز میشه و این هم میوهش قرمز رنگ با دونه های طوسی رنگ یا مشکی. میوه گیاه لگجی فواید زیادی داره، از جمله برای درمان کبد استفاده میشه و خیلی تاثیرگذاره. همچنین میشه باهاش در ترشی هم استفاده کرد و از اون ترشی گرفت و ترشی لگجی خیلی هم خوشمزه است. به این صورت اینها رو میچینیم و باشون ترشی درست میکنیم. دوستان گیاه لگجی به خاطر اینکه داخل صحرا و دشت و بیابون سبز میشه، میوهش معمولا بیشتر برای زنبورا و مورچه هایی که در طبیعت هستن استفاده میشه و در این فصل گرم و بدون آب و علف منبع غذایی خوبی هست واسه حشرات. برای همین من الان این رو نمیچینم، چون که یه عالم مورچه و زنبور اینا اومده دورش و حیف واقعا و فعلا ازش استفاده نمی کنم. خب دوستان، امیدوارم که از ویدئوی امروز ما خوشتون اومده باشه و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید. تا ویدئوی بعدی شما رو به یزدان پاک میسپارم. بدرود.